سلام و عرض ادب و احترام خدمت همراهان همیشگی کانال طاهری فکت. بچه این بار میخوام در مورد یک موضوع خیلی مهم که شاید تمام جوانان این دور زمونه با این موضوع دست به گریبان خواهند شد براتون صحبت کنم. موضوع بسیار مهم به نام جنایت‌های خانوادگی که شما قبل از ازدواج و رسمی شدن کارتون حتما باید این موارد رو انجام بدید. به طور مثال شما باید حواستون باشه که قربانی بعدی شما نباشید. یعنی رازهایی که باید قبل از ازدواج حتما فاش بشن تا شما بتونی با چشم باز این ازدواج رو بپذیری. مثلا تصور کن وارد خانواده‌ای میشی که همه چیزش بسیار عالیه و سطح بسیار عالی داره. پدر مهربونی دارن، مادر مهربون و فداکاری دارن، خواهر و برادرهای موفقی دارن، ولی یک روزی میفهمی که تو اولین قربانی یک کارمای خانوادگی هستی که 10 سال قبل شروع شده و هیچ راه گریزی برای شما نداره. اینجا میخوایم فاش کنیم چطور جنایت‌های پنهان خانواده همسرت آینده تو رو میتونه به یک جهنم بسیار وحشتناکی تبدیل بکنه. پس با ما باشید تا بتونیم در این مورد یک بحث بسیار جذاب و کارگشایی رو داشته باشیم. خب اصلا بپردازیم به این که کارما چیه؟ کارما یک بازگشت یا جواب اعمالی ماست که در گذشته انجام دادیم و در آینده و یا حال اون جواب رو ما در زندگیمون لمس، احساس و درک میکنیم. پس کارمای ما میتونه در روابطمون و در اعمالمون و زندگیمون و هر کسی که وارد زندگیمون میشه تأثیر بذاره. این امر باعث میشه که شما حواستون رو جمع بکنید و ببینید که کجا دارید وارد میشید، وارد چه رابطه‌ای میشید و با چه کسی دارید رابطه برقرار میکنید. شما باید یک سری مسائل رو بدونید، این حق شماست، چون این شیرینی ها و یا این تلخی های کارما رو شما به هر حال درک و لمس خواهید کرد. یکی از مسائل بسیار مهمی که شما در این زمینه باید حواستون باشه این که آیا اون خانواده بسیار محترم روبرو یا در ظاهر بسیار محترم روبرو کارمایی دارن یا نه. مثلا کارمای بدهی یا کارمای تصادف یا کارمای قتل یا کارمای اذیت و آزار کسی یا حق بسیار بزرگی رو از کسی غصب کردن و یا هر کارمایی که شما فکر بکنید میتونه برای شما مضر یا مفید باشه. شما به طور مثال وقتی وارد یک رابطه میشید، این رابطه برای شما بسیار میتونه خطرناک باشه. اصل کار برای کسایی که فوق‌العاده انسان‌های درستی هستن و من اسمشون رو میذارم انسان‌های شفاف و شیشه‌ای. اینها همیشه در اثر ورود انسان‌های نادرست و یا دارای کارمای زیاد بیشترین آسیب رو میبینن و این آسیب همیشه باعث ایجاد مرگ و میر و یا حوادث ناگواری میشه که میتونم براتون مثال بزنم. مثلا یک مادر بزرگی بسیار مهربونی در خانواده‌ای هست و نوه ایشون عاشق به طور مثال یک شخصی میشه. اون شخص میاد و حالا در خواستگاری موافقت میشه و وارد زندگیشون میشه. تا این شخص وارد زندگی میشه و یا همون ابتدای امر که موافقت پدر و مادر این فردی که عاشق اون طرف مقابل شده انجام میشه، میبینیم که این مادر بزرگ مهربون یه حادثه‌ای براش پیش میاد و یا از دنیا میره. فکر میکنید این به چه دلیله؟ چند دلیل داره.
یکی از دلایلش کارمای اون شخصیه که تازه وارد زندگی شده. شما فکر نکنید که این مسئله بسیار کوچیکیه. من این رو سعی میکنم براتون بشکافم تا کاملا متوجه بشید. ببینید یکی از مسائلی که هست، اون طرف یه کارمایی داره. اون کارمای اون طرف میاد و توی زندگی نوه، مثلا نوه اسمش سمیه است، توی زندگی سمیه تأثیر میذاره، ولی خود سمیه هم پر از کارماه و انسان شیشه‌ای نیست. پس در نتیجه تأثیرش روی سمیه کم میشه، ولی طبق قانون بقا و طبق قانون عمل و عکس العمل یا همون قانون کارما، باید این تأثیر در کمتر از 40 روز گذاشته بشه. خب این قانون رو شاید شما نشیده باشید، ولی یک قانون نانوشته است که میتونید توی خانواده های اطراف و یا خودتون که این تجربیات رو داشتید قبولش بکنید و مطمئن باشید باعث قبول شما میشه. اون شخص خودش انسان کدریه و انسان اوکی نیست. اون سمیه رو میگم. پس در چه باید یک تأثیری بذاره. چه اتفاقی میفته روی برادرهاش و یا خواهرهاش. اونها هم انسانهای کدری هستن و شیشه‌ای و شفاف نیستن. میفته روی مادرشون و پدرشون. اونها هم انسانهای زیاد شفافی نیستن و میاد سراغ اون مادر بزرگ مهربون شفاف که هیچ وقت هیچ ظلمی، کار بدی و یا خطایی انجام نداده و تأثیرش رو بسیار سریع روی ایشون میذاره و یا باعث مرگ و یا یک اتفاق ناگوار و یا یک تصادف و یا هر اتفاقی که کاملا خارج از روتین زندگی ایشون هست میشه و متاسفانه باعث یک حادثه بد میشه. این یک قانون نانوشته است و بسیاری از بزرگان، بسیاری از کسانی که از حکمت خداوند سر در میارن متوجه این امر میشن، ولی شما شاید به این زودی این رو درک نکنید و به این درک واضح نرسید که میتونه از جانب ورود اون شخص جدید در خانواده شما باشه. این یکی از مسائل فوق‌العاده مهمی هستش که ما باید حتما رعایت بکنیم. ببینید کارما از 7 نسل گذشته میتونه انتقال پیدا بکنه تا 7 نسل بعد. فکر نکنید اگر پدر مادرش اوکی بودن تمام کار. نه، این نسلی که در اینها گردش اتفاق میفته، یک شخصی باید متقبل تسویه این کارما بشه تا این حوادث بعد از زندگی رخت بر بچینه. اگر باز کاری نکنند که این کارما ادامه پیدا بکنه. شما میتونید خیلی راحت از همسایگان قدیمی، از فامیل هایی که رابطه زیادتری با اینها دارن و یا رفت و آمدشون با اینها به طور مستمرتری هست، این روابط رو اصطلاحاً و یا این حوادث رو بررسی بکنید. یه وقت میبینید یک خانواده‌ای هست که دائما یک بیماری درونشون به صورت موروثی انتقال پیدا میکنه. یک خانواده‌ای هست دائما حوادث ناگوار مرگ و میر فرزندان و یا هر چیزی درون اونها اتفاق پیدا میکنه و انتشار پیدا میکنه. یا براتون خیلی راحت تر بگم، خانواده‌ای هستن که معروف هستن که دخترانشون مثلا به طور مثال حوادث بدی براشون اتفاق میفته. بسیار راحت و روون بهتون بگم، دنیا حساب و کتاب داره. هیچ کسی نمیتونه از حساب و کتاب دنیا فرار کنه. دنیا رو نمیتونید شما با ظواهرتون گول بزنید. قوانین دنیا مستحکم و ثابت هستن، هیچگاه و تحت هیچ شرایطی نمیشکنن. به طور مثال بهتر براتون بگم، کارمای هر عملی هست، باقی
تا تصفیه بشه. مشت به دیوار میزنی، مطمئنا دردش رو تو دستت باید احساس کنی. حتی حضرت علی که توی جنگ‌های مختلف از معروف بود به زدن یک ضربه شمشیر به دو نیم کردن، حالا سر یا بدن اون طرفی که مقابلش بود، کارماش به این صورت شد که در اثر ضربه شمشیر به شهادت رسید. فرقی نمیکنه، کارما برای همه هست، برای تو، برای من، برای گذشتگان من و برای آیندگان من، برای گذشتگان تو و برای آیندگان تو. ما خیلی باید به عواقب اعمالمون و کارهامون فکر کنیم. هیچ وقت از کنار این مسئله به سادگی نگذریم. حتی شما در کاسبی و سودهایی که میگیری، حتی در این موارد بسیار ریز، کارما بسیار با شدت باقی خواهد ماند. متشکرم ازتون که این وایس رو گوش دادید و در کلیپ های بعد حتما این بحث رو ادامه خواهیم داد. امیدوارم که مثمر ثمر بوده باشه. سپاسگزارم. لطفاً برای حمایت از کانال ما دکمه زنگوله رو فشار بدید و تجربیاتتون رو برام کامنت کنید. بسیار ممنون و متشکرم.